من بهنام مطرقی امروز با آموزش ساخت استوپ موتور دستی خودرو در خدمت شما هستم. پس برای دیدن این آموزش با من همراه باشید. استوپ موتور همون قطعه‌ای است که وقتی شما پاتون رو از روی پدال گاز برمی‌دارید با تنظیم دور موتور از خاموش شدن موتور جلوگیری می‌کنه. از علائم خرابیش بد روشن شدن موتور، گاز خوردن موتور در حالت درجا، خاموش شدن موتور در ترمزهای ناگهانی، بالا رفتن مصرف سوخت و غیره. وسایل مورد نیاز: یک عدد استوپ موتور خراب، 3 عدد مهره هش، 1 عدد پیچ هش 4 سانتی که میتونید از پیچ آلنی یا معمولی استفاده کنید، چسب 1 2 3، مقدار سیم لحیم و روغن لحیم. برای شروع کار استوپ موتور رو اوراق میکنیم و این قسمت میانی رو به وسیله اره آهنبر یا مینی فرز از هم جدا میکنیم. بعد میایم سر وقت این کلاهک استوپ